فکر نمی کردم دست تقدیر منو به یه سمتی ببره که هنوزم فکر میکنم یه محصلم، یه دانش آموز آروم اما شیطون، ولی درس خون. آره الان سال هاست که معلمم و هنوزم که هنوزه با شوق و ذوق از اون بالا به بچه ها نگاه میکنم و خودمو به جای اونا توی حیاط مدرسه، زنگ ورزش، هنگام بازی و دویدن‌های بیوقفه تصور میکنم. حالا که معلم شدم تلاشم بر این بوده با بچه ها طوری رفتار کنم درست مثل زمانی که خودم محصل بودم و دوست داشتم باهام برخورد بشه. مثلا سعی کردم سر کلاسم به بچه ها اجازه بدم خودشون رو پیدا کنن و با تمرین مسئولیت پذیری و مدیریت همسن و سالای خودشون احساس مفید بودن داشته باشن. چون همین بچه ها یه روزی وارد جامعه میشن، مهندس میشن، دکتر میشن، کاسب میشن، مدیر میشن و بهتره که تمرین همراه بودن با جامعه و چالش های اون رو به صورت واقعی سر کلاس درس و مدرسه تجربه کنن. چون همه ما میدونیم سیستم آموزشیمون متاسفانه خیلی ایراد داره. پس همه ما، چه معلم چه دانش آموز، باید تلاش کنیم برای تغییر دادن شرایطی که وجود داره، به امید روزهای روشن.